تصور کنید فردی اونقدر ثروتمند باشه که حتی نامش در لیست میلیاردرهای جهان ثبت نشده باشه، چون ثروتش اونقدر زیاده که هیچ نهادی جرأت اعلام اون رو نداره. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نه تنها از افرادی مثل آیلان ماسک و جف بزوس ثروتمندتره، بلکه میتونه اقتصاد کشورهایی مثل بریتانیا رو زیر سلطه خود بگیره. اما این تنها ظاهر ماجراست. پشت این ثروت افسانه‌ای فسادهای مالی، دسیسه‌های خونین و رازهایی پنهان شده که اگه بدونید شوکه خواهید شد. اینکه چطور این ثروت نجومی به دست اومده؟ چرا هیچ کس جرأت نداره درباره پشت پرده زندگی اون صحبت کنه؟ و مهمتر از همه چه حقیقت‌های تاریکی در زندگی اون پنهان شده که دنیا رو در سکوت فرو برده؟ قراره در این ویدیو رازهای سیاه و فسادهای مالی این شاهزاده رو برملا کنم. چیزهایی که رسانه‌ها جرأت گفتنش رو ندارن. بن سلمان صاحب قصرهای زیادی به ارزش حداقل 500 میلیون دلاره که حتی کاخهای پادشاهان اروپایی رو کوچک جلوه میده. این قصرها در پاریس و لندن واقع شدند و داخل این قصرها با تابلوهای چند هزار دلاری از پیکاسو، جواهرات طلاکاری شده و حتی مجسمه هایی که فقط برای نمایش ساخته شدند مزینند. او همچنین یکی از گرانترین قصرهای جهان را در فرانسه خریده که دارای سالن‌های رقص با لوسترهایی از الماس، استخرهای سرپوشیده با کاشی‌های طلاکاری شده و حتی یک سینمای خصوصی برای نمایش فیلم‌های اختصاصی خودش است. اگه فکر می‌کنید زندگی بن سلمان فقط به قصرها محدوده، اشتباه می‌کنید. او یک هواپیمای شخصی 400 میلیون دلاری داره که داخل اون همه چیز از سالن سینمای 4K تا اتاقهای خواب طلاکاری شده وجود داره. در گاراژ شخصی این شاهزاده خودروهایی مثل لامبورگینی، فراری، مرسدس بنز و رولز رویس دیده میشه. قیمت مجموع این خودروها از بودجه سالانه بعضی کشورها بیشتره. او حتی در کلکسیون خودروهای خود یک رولز رویس سفارشی داره که بدنه اون از طلا ساخته شده و ارزش اون بیش از 20 میلیون دلار برآورد شده. اما این ثروت نجومی از کجا اومده؟ عربستان سعودی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهانه و هر روز بیش از 10 میلیون بشکه نفت صادر میکنه. اما جالبه بدونید که بخش زیادی از درآمد نفتی کشور مستقیم به حسابهای شخصی محمد بن سلمان منتقل میشه. طبق اسناد محرمانه تنها در یک سال اخیر 40 میلیارد دلار از درآمد نفتی عربستان به حسابهای مخفی او در اروپا و آمریکا واریز شده. او از شرکت‌های پوششی، بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های جعلی برای پنهان کردن رد پای این پول‌ها استفاده می‌کنه. یکی از بزرگترین پروژه‌های او نئوم نام داره. شهری آینده‌نگر که با بودجه رسمی دولت ساخته میشه. اما اسناد نشون میده که میلیاردها دلار از پول‌های شخصی بن سلمان در اون مخفی شده. به عبارتی این پروژه یک پوشش ایدئال برای پولشویی و فساد مالی گسترده اوست. اما او فقط به دزدی از سرمایه ملی اکتفا نکرده، بلکه مستقیما در بازار نفت جهان هم دخالت می‌کند. او با سیاست‌های خاص خود قیمت نفت را در بازارهای جهان کنترل می‌کند تا از نوسانات آن میلیاردها دلار سود ببرد. هر زمان که قیمت نفت پایین می‌آید، او به طور ناگهانی تولید نفت عربستان را کاهش می‌دهد تا دوباره قیمت را بالا ببرد. این اقدام او بر اقتصاد آمریکا، اروپا و کل خاورمیانه تأثیر مستقیم می‌گذارد. اما این پایان داستان نیست. بن سلمان برای حفظ قدرت خود منتقدان و مخالفانش را با روش‌های هولناک از سر راه برمی‌دارد. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگاری که روزی حامی خاندان سعودی بود، وقتی شروع به افشاگری علیه بن سلمان کرد، به دشمن شماره 1 او تبدیل شد. او در مقالاتش نوشت که ولیعهد عربستان یک دیکتاتور بیرحم است که هر صدای مخالفی را خاموش می‌کند. 2 اکتبر 2018 خاشقچی برای دریافت مدارک ازدواجش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، اما او دیگر هرگز از آنجا بیرون نیامد.
گزارش‌های اطلاعاتی فاش کردند که یک تیم 15 نفره از مأموران سعودی او را به دستور مستقیم بن سلمان خفه کردند، جسدش را تکه تکه کردند و بدون باقی گذاشتن هیچ اثری از بین بردند. حکومت سعودی این قتل را انکار کرد، اما شواهد غیرقابل انکار نشان داد که همه این عملیات از قبل برنامه‌ریزی شده بود. این فقط یکی از قتل‌های مشکوک او بود. هر کسی که علیه او صحبت کند ناپدید می‌شود. روزنامه‌نگاران، نویسندگان و حتی شاهزادگان سعودی که به سیاست‌های او اعتراض کردند به طرز مشکوکی دستگیر، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری از آنها ناپدید شدند و هیچ خبری از سرنوشتشان در دست نیست. تمام رسانه‌های داخلی عربستان تحت کنترل او هستند و کوچکترین انتقادی از حکومت او به قیمت جان افراد تمام می‌شود. بن سلمان با خرج میلیاردها دلار رسانه‌های خارجی را هم تحت نفوذ خود گرفته تا هیچ خبری علیه او منتشر نشود. راستی نظرت رو در مورد این ویدیو حتما توی کامنت ها برام بنویس. مرسی که تا پایان ویدیو همراه هم بودی. حتما کانال دانستنی های ناب رو سابسکرایب کن و ویدیوهای پیشنهادی رو اصلا از دست نده.